سلام. برای به اشتراک گذاشتن اتفاقی که برامون میفته، خب نظرت چیه؟ خبر عالی برات دارم. او به هم بگو. ما تصمیم گرفتیم 3 ماه دیگه بمونیم. منو برمیگردونه به زمین و بعد گفت لطفاً مراقب اولیسس باش. من قطعاً از عشق میمیرم. نگفت کی از من مراقبت کنه؟ همه اینا، این سفر همش برای رابطمون خوبه، اینطوری نیست؟ چرا نگفته برگرده؟ ما اینجاییم، این کشور اوناست، محله اوناست. Cuando te miro me pierdo en el deseo, una distancia entre los dos. Quizás un juego con reglas poco claras, las circunstancias del amor. میدونیش یه وقتی بهشون فکر میکنم این بیش از حد فکر کردن یکم غیر عادیه. مشخصا اونا هم به ما فکر میکنن. جدا از اون یه خارجی چی میتونه بهشون بگه؟ خیلی مهمه که ما مضطربیم، نه فقط برای ما، تمام بشریت. حس میکنم دارم بهتر میشم. ممنونم. واقعا مهمه که به وضعیت خودت فکر کنی. اونو چقدر دوست داری؟ با تمام وجودم. اون شاهزاده خانم کوچولوی من. سلام عزیزان، ببخشید که دیر اومدم. سلام. این که با یه چینی رفت آمد داره. همونطوری که ناپلئون میگه اگه قراره بمیریم ایستاده میمیریم. اینو ناپلئون گفته؟ درست نمیدونم. Qué difícil es